به نام نامی دوست که هرچه هست از اوست. انسان زنده است به امید، به شوق یافتن راه جدید. سخن با بزرگان اهل خرد، از این برتر اندیشه بر نگذرد. ز صحبت مردم دانا و پاک، شود جان خسته چو گل تابناک. شنیدن ز ارباب دانش سخن، گشاید رهی نو به فردا و فن. تجارب چو گنجی گرانمایند، چراغ ره جویش و سایند. خوش آن دم که در محفل اهل راز، شود عقل و احساس همتراز. ز هر نکته‌ای باغی آراسته است، ز هر واژه‌ای دریای دانسته است. اگر آدمی را بود آرزوی، همین است آموختن از نیکخوی. به نام همان دوست آغاز راه، که او رهنمون است در هر پگاه. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان، همکاران، معماران، هنرمندان و همراهان عزیز. محسن موسوی هستم از انجمن معماران و هنرمندان ایرانی کانادایی. بسیار خوشحالیم که امروز در خدمت یکی از چهره‌های شناخته شده و تاثیرگذار معماری در سطح بین‌المللی هستیم، جناب آقای فرخ درخشانی، معمار، استاد دانشگاه و مدیر جایزه معماری آقاخان، که سالهاست نقش مهمی در معرفی و حمایت از معماری متعهد، انسان محور و فرهنگگرا در سطح جهان ایفا کردند. پیش از آغاز گفتگو از طرف انجمن معماران و هنرمندان ایرانی کانادایی صمیمانه از ایشان تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتند و فرصت این گفتگو رو در اختیار ما قرار داد. هدف ما در این انجمن ایجاد بستری هست برای گفتگو، تبادل تجربه و ارتباط میان معماران، هنرمندان و پژوهشگران ایرانی و کانادایی، و امیدواریم این نشست بتونه گام مهمی در این مسیر باشه. امروز گفتگوی ما در 3 بخش اصلی انجام میشه. بخش نخست نگاهی به مفهوم معماری و معماری معاصر، بخش دوم بررسی جایگاه اهداف و دستاوردهای جایزه معماری آقاخان، و در بخش پایانی مرور بر تجربه‌های حرفه‌ای آموزشی و توصیه‌های استاد درخشانی برای نسل جوان معمار. جناب آقای درخشانی عزیز، مجدداً به این گفتگو خوش آمدید و از حضورتون سپاسگزارم. سپاسگزارم منم. بفرمایید. بسیار عالی. در بخش اول موضوع معماری و معماری معاصر، اجازه بدید گفتگو رو با یک پرسش بنیادی آغاز کنیم. جناب آقای درخشانی عزیز، اگر بخواید معماری رو برای مخاطبان ما در حد 1-2 دقیقه تعریف کنید، معماری از نگاه شما چیست؟ معماری به اصطلاح یک میشه گفتش برای هر یک پوسته‌ایه که باعثی برای هر عملی که انجام میدیم ساخته شه. چه در زندگی میکنیم، خونه هست، اگه مدرسه میریم مدرسه است، و این پوسته هستش که اون معماری، یعنی پوسته‌ای که اون به قول معروف این ظرفی است که اون ظرف این حرکت انسانی رو جایگزین میکنه. همیشه هم این خواهد بود، لازم خواهد بود. اتفاقاً چند روز پیش مسئله بودش که با اومدن AI و غیره، آیا واقعا ما احتیاج داریم که یه کسی معماران باشه؟ بعد اون جواب من اینه که نه، برای که اون چیزی که هستش اون AI نمیتونه بکنه، اونه که بفهمه که به اصطلاح ذهنیت اون معمار چیست، اون واقعیت اون مکان چیست، وگرنه همه دنیا مثل زنبور، مثل کندوی زنبور اثر میشه که عین هم خواهد بود و این زندگی در نخواهد. در مسئله دوم اینه که ما چجوری میتونیم برای بهتر شدن کیفیت زندگی انسان ها در هر نقطه که هستن، وقتی صحبت از کیفیت میکنیم، کیفیت به اصطلاح معماری چجوری میشه از تاثیر بذاره برای کیفیت زنده بودن، اون معماری تاثیر خیلی مهمی داره. چون یکی از چیزایی که هستش، بله اقتصاد و همه این مسائل وجود دارن، ولی اینها اگر یه اشتباهی در اقتصادی مملکتی باشه، در سیستم، اگر یک به اصطلاح مسئله سیاسی عوض بشه، اینها در یه زمان نسبتا کوتاهی میشه این اشکالات رو برطرف کرد. ولی وقتی معماری ساخته میشه، معماری برای سالهای بسیار بسیار زیاد هستش و میمونه، و این باعث میشه که به اصطلاح یک برای معماری یک وظیفه رو به معمارا میده که فقط به فکر امروز نباشن و فکر کنن فردا اون کسانی که از این ظرف دارن استفاده میکنن چه نظری درباره اون سازنده ظرف بکنن. بسیار سپاسگزارم.
اتفاقا سوال بعدی من هم درباره معماری معاصر هست. امروز واژه معاصر بسیار استفاده میشه، اما گاهی تعاریف متفاوتی از اون وجود داره. از نگاه شما در ادامه همین بحثتون، معماری معاصر دقیقاً چیه؟ آیا صرفاً معماری متعلق به زمان حال هست یا ویژگی‌های دیگری هم داره؟ من از این لغت معاصر زیاد خوشم نمیاد، دلیل این که وقتی که میدان نقش جهانم درست میکردن معاصر بود، در زمان عصر خودش معاصر، در عصر خودش بودش. معاصر از عصر میاد، عصر زمانی که هستیم. برای همین شاید بگیم معماری امروزه ما معماری امروزه ما اون چیزی که ما امروز داریم تولید میکنیم برای 100 سال 50 سال و 100 سال آینده. اون برای همین در واقع از معاصر بودن بیشتر به دور نگاه کردنه، نه تا به امروز نگاه کردن. ولی اونم جزء به اصطلاح اصل معماریه، برای اینکه هیچ وقت ما نمیدونیم 50 سال دیگه چه اتفاقی قراره بیفته. اون چیزی که من بهش اعتقاد دارم توانایی انسانه. انسان خودش رو تطبیق میده با هر شرایطی. برای همین من شخصا با این که بشینیم گریه و زاری بکنیم زیاد موافق نیستم. همیشه فکر میکنم که میگن که نمیدونم اقلیم چنان شد و تمام داره یخها همه آب میشه و میاد همه ما رو از بین میبره و یخچال‌های قطب شمال اینا، همه اینا واقعیتایی هست که بله ما همیشه از ترس، انسان از ترس خوشش میاد، ترس رو دوست داره، ولی معماری انسان‌ها جوابگو خواهند بود، هر موقعی در هر موقعیتی. برای همین من یه خود امیدوارم، همیشه به اون آینده امید دارم. چه پاسخ دقیقی، بسیار لذت بردم واقعا این رو شنیدم از شما. و در ادامه حالا همین بحث داره گرم میشه، یکی از موضوعاتی که همواره در معماری خب محل بحث بوده رابطه میان معماری و فرهنگ هست. یعنی اگر بخوام یه ذره چالشیش کنیم، به نظر شما آیا این معماری معاصر که حالا شما از اسم معاصر هم خوشتون نمیاد، حالا معماری امروزی، آیا فکر میکنید همچنان متأثر از فرهنگ، تاریخ و بستر اجتماعی هست، یا که در دنیای جهانی شده امروز دیگه اصلا ضرورتی برای تاکید بر مثلا هویت‌های فرهنگی یا از این دست نیست؟ حالا اگر سوالم رو تونسته باشم درست مطرح کنم. نه متوجه هستم کاملا. این مسئله اینجاست که این یه اشتباه بزرگی داریم، ما برداشت اشتباهی از هویت، انگار که هویت یک چیز ثابته. هویت ثابت نیست، هویت تغییر میکنه. همونطور که فرهنگ ثابت نیست، فرهنگ هم تغییر میکنه، همیشه هم به طرف بهتر. اون چیزی که ما داریم اینه که برای اینکه ما از یک لایه‌هایی به وجود اومدیم، انسان لایه‌های مختلف داره و به خصوص من این رو خیلیش بهش معتقد هستم که ما ایرانی‌ها جزو ملت‌هایی هستیم در دنیا که توانایی داشتن لایه‌های تعداد زیادی از لایه رو همزمان داریم و این یکی از مهمترین مسائلی که باعث شده که فرهنگ ایرانی رو، اون چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ ایرانی، تداوم پیدا بکنه و به ناچار امروزه هم همینطور که اتفاق میفته، اون به اصطلاح به خاطر ارتباطاتی که وجود داره، که ارتباط همیشه وجود داشته. همونطور که من هفته پیش چین بودم یا قبل قبرس بودم، اینا میبینم که همه اونا ربطی دارن. وقتی شما در قبرس اونجا هخامنشی ها هم اومدن یک ساختمانی ساختن، یه بنایی رو به وجود دادن، یک نوع نگاهی رو داشتن، بعدا هم نبودن، ولی اون لایه هم وجود داره، اون هم جز اون، یعنی اثر خودش گذاشته تا امروز هم. بعد در چین هم همینطور. ما هم از فرهنگ چینی چقدر گرفتیم، آن چی گرفتیم، ما یک داد و ستد هستش. فرهنگ بر اساس داد و ستد است، یعنی آدم یه چیزی میگیره و یه چیزی میده و هیچ وقتی این پای دائمی نیستش. اون چیزی که مهمه اینه که آدم چطور میتونه بهترینش رو بگیره. این لایه هایی که وجود داره، نه اون کسانی که اشتباه میکنن در مسیر تاریخ، کسانی که بدترین این لایه ها رو میارن بالا و شرایط وقتی میشه به قول فرنگی ها میگن enabling environment، یعنی یه محیطی که سازنده است. این محیط سازنده باعث میشه که بهترین این لایه ها
رو بیاد و هم اون زمانهای شکوفاییه که تو تاریخ داریم که در اثر معماری می‌بینیم که گاهی زمانهایی میشه که شکوفایی بیشتر هستش یا کمتر، ولی اون چهارم من می‌بینم تو ایران هم یک دوران شکوفایی به نوعی هستش. درسته. شما در ابتدای صحبتتون در تعریف معماری اشاره به فناوری هم داشتید. حالا چگونه میشه میان این نوآوری، فناوری و جهانی شدن از یک سو و اون هویت فرهنگی از سوی دیگه این تعادل رو برقرار کرد؟ البته میدونم نکات دیگه هم توی صحبت شما بود، ولی خب این سوال خیلی کلیدی هست بین معمارا و دانشجوی معماری. اگر فکر میکنید در این بخش نکته دیگه جا مونده اضافه بفرمایید. من خودم به خاطر سنم اونقدر مثل دوستان دیگه در کارهای فناوری نیستم، ولی اون چیزی که میبینم اینه که الان در یکی دو سال گذشته همه ما از به قول معروف از AI استفاده میکنیم برای نوشتن، برای بسیار بسیار کار همه رو آسون کرده، خیلی کارا. ولی مثلا اینجاست که شما چی ازش میخواین. اگر اون سوال درست رو کردن مهمه و این سوال درست کردن اونجاست که انسان از بین نمیره و فرهنگ در اونجا تاثیر خودشو داره. درسته. مثلا اینجاست نیستش که شما وقتی که میایین یه دونه به عنوان یه دونه معمار، یه دونه طراح، یه سری هی بیاین مثلا نقش اسلیمی یا نقش هندسی بدین و بعد انتظار داشته باشین که با اون سری هندسی خب بله سوال اشتباه بکنین اونم برای شما تکرار میکنه، هی یه مقرنسی رو 65 جور برای شما درست میکنه و فکر میکنه که اون هویت شماست. ولی هویت شما نیستش که یه دونه مقرنس رو سر یه ستونه 200 متری سر ساختمان 100 طبقه بذارین و این اون اگه سوال اشتباه بکنیم بله جواب اشتباه هم به ما خواهد داد. اونجا که میادش که ما چجوری میتونیم بهترین سوال رو از این وسیله بکنیم که اون وسیله ما جواب بده. همونطور که در معماری ما شما هیچ وقت نمیتونین که مثلا یه فرودگاه رو با قوس آجری بسازید که هر چیزی یک تناسبات خودشو داره، خودشو به اصطلاح اصول خودشو لازم داره. بله. AI هم همین اثر داره. اون یک وسیله ای است برای ما به عنوان انسان که انسانی هستیم محیط بر زندگیمون بتونیم اون رو بهترین استفاده رو بکنیم برای رسیدن به اون هدف ما. درست میفهم. بالاخره اون سال سخت‌تر میخوام از شما بپرسم و بفرمایید. خوبه که شما خیلی در واقع دقیق و روشن جواب میدید. ببین خب الان پرسش بسیاری از حالا معمار جوان ایرانی داخل ایران و البته خارج از ایران، یعنی ایرانیای معمارای ایرانی که خارج از ایران هستن، اینه که آیا هنوز ما میتونیم از معماری ایرانی سخن بگیم و اگر بله در واقع معماری ایرانی امروز در نگاه شما چطور تعریف میشه؟ معماری ایرانی امروز رو من نمیدونم چه معنی میتونه داشته باشه اصلا به طور کلی، چون معماری ایرانی یعنی معماری که در ایران هستش. یعنی اون معماری ایرانیه. زمان هم زمان 1400 هستش و همین چیزی هست. ولی برای شما یه مثال بزنم. به تازگی من تو به عنوان یک همکاری داشتم در یک ساختمانی در هیوستون در امریکا که خانم فرشید موسوی مرکز اسماعیلی در هیوستون درست کردن. یک ساختمون، اگه اینو توصیه میکنم به همه که برن این ساختمون ببینن. بله برای ایرانیا وقتی میبیننش میگن این 40 ستون است، بلافاصله اون رو 40 ستون میبینن، ولی بقیه دنیا اون رو 40 ستون نمیبینن. یک ساختمون به اصطلاح امروزی میبینن، بسیار همونطور که شما میگفتین معاصر یا امروزی، ولی با تمام مسائلی که الهام ایشون گرفتن از آنچه فرهنگ ایرانی و فرهنگ مقطع ما هست رو در یک زبان جدیدی به وجود آوردن. توجه کنین این رو میشه من بگم یه دونه نمونه موفق که تمام این مسائل هست. تمام مسائلی که شما در مورد معماری هستش در اونجا میتونید ببینید. در طریقه به اصطلاح پرده هایی که وجود داره در معماری ایرانی، در موقع باز و بیرون نگری و درون نگری، همه اینا هست تو اون ساختمون. ولی
اون مسئله ایشون نیومدن که بگن که ها من یه ساختمان ایرانی دارم درست میکنم. ایشون یه به عنوان یه طراح بین‌المللی یه ساختمانی در امریکا در تگزاس درست کردن که همه تگزاسی‌ها هم احساس میکنن که امروز چون خیلی نقدهای خوبی از این پروژه شده، اینو هیچ نمیگن اصلا، با اون نفرتی هم که به اسم ایران دارن، ولی هیچ وقت نمیگن که این چقدر بده، این چرا ایرانی نیست، برای اینکه نمیبینن، ولی ماهیت اونجا وجود داره و اون یه به اصطلاح یک پروژه نمونه هستش. بسیار عالی، بسیار لذت بردم از پاسخهای دقیق و شفاف شما. این 20 دقیقه اول ما تموم شده. اجازه بدید وارد بخش دوم بشیم و بحث شیرین جایزه معماری آقاخان. جایزه معماری آقاخان خب امروز یکی از معتبرترین و تاثیرگذارترین جوایز معماری دنیا محسوب میشه. شما خب سالها در مدیریت این جایزه نقش داشتید. اگه بخواید خب فلسفه وجودی این جایزه رو برای مخاطبان ما بفرمایید که در واقع مهمترین اهداف و اون مأموریت هایی که و چشم اندازایی که در واقع هست، اونا رو اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشه. اولا که شما رو من تصحیح بکنم، یکی از مهمترین جایزه ها نیستش، مهمترین جایزه هست. چون که این الان اتفاقا ما مسئله این صحبت زیاد میشه این زمان درباره جوایز معماری. جوایز معماری در قدیم یک کشورهایی در اروپا و غیره جایزه های ملی داشتن. یعنی چی جایزه ملی؟ یعنی یه عده ما معمار هستیم، هر چند وقت یه دفعه بین خودمون میایم به یک و دو از ما جایزه میدیم و اون میشه معروف. جایزه معماری آقاخان اولین جایزه بودش که به صورت بین‌المللی بود. جایزه پریتزکر بعد از اون درست شدش که بین‌المللی بودش، ولی با یه تفاوت بسیار بزرگ. اینی که ما داریم معمار رو میخوایم به اصطلاح بپرستیم یا بگوییم چقدر عالی هستش، یا معماری رو. جایزه آقاخان جایزه معماری هست، یعنی به ساختمان شما میدین. هیچ ساختمانی در دنیا کار یک معمار تک تنها نیست. یک دونه ساختمان از به اصطلاح از کارفرما، از سازنده، همه اینها درش دخالت دارن، برای همین جایزه رو ساختمان میگیره. اون مسئله‌ای که وقتی شروع شدش، وقتی که آقاخان 50 سال پیش که جایزه معماری آقاخان رو به وجود آورد، اون مسئله که داشت این که چرا ما داریم هویت همون زمان اون همون هر چه هستش هویت رو از دست میدیم، همه چیز داره عوض میشه، ولی هیچ وقت هیچ بهتر نمیشه زندگی ما. یک، دوم، هیچ کسی با همدیگه تجربه هاشو شرکت نمیکنه. این مسئله داستان 50 سال پیشه و ایشون با این مسئله شروع کرد که چجوری ما بیایم بگیم به یک دونه معمار الجزایری که در اندونزی یک کس دیگه همین اشکال شما رو داشتش، همین مسئله شما رو داشتش، ولی به یه نحو بهتری انجام داده، بیایم پس از اون یاد بگیریم. این یادگیری مسئله اصلی جایزه معماری آقاخان بود و تشویق اون. در درجه دوم، چجوری ما میتونیم به تأثیر داشته باشیم بر به اصطلاح حالا اسمشو کارفرمایان میذاریم یا هر کسی، که اون کسی که اسمشو میذاریم ما شاید بهتر بگیم مشتری، چون کارفرما هم یه مشتری هستش. چون اگه ما بیم سوال اشتباه رو بخوایم، یه چیز اشتباهی رو از معمار بخوایم، معمار هم یه چیز اشتباه جوابشو میده که میده. و چجوری ما میتونیم تأثیر بذاریم که کارفرماها، دولتی‌ها، بخش خصوصی و غیره سوالهای درستی رو بکنن از معمارا که اونها هم خودشون رو شریک بدونن در بهبود کیفیت زندگی انسانها. این مسئله دومی بودش که جایزه معماری آقاخان دار باش بود. تو این سوم این که به دنیای بقیه بگیم که هرچند که جایزه معماری آقاخان یکی از شرایطش که هیچ وقت تغییر نکرده، بایستی حتما برای جوامع مسلمان یک اثر مهمی داشته باشه. ولی امروزه ما جوامع مسلمانمون فقط در کشورهایی که به اصطلاح قدیم میگفتن کشورهای اسلامی نیستش که الان شما مثلا فرض برای یک مثال براتون بزنم، شما در بلژیک چندین میلیون مسلمان دارین و در مثلا دبی و ابوظبی مسلمان‌ها در اقلیتن. چرا؟ چون هندوها و مسیحی‌ها و فیلیپینی‌ها و اینا تعدادشون بیشتره. پاسپورت رو نگاه نباید بکنیم، باید نگاه کنیم کی کجا زندگی میکنه. برای همین اون مسئله این که اینا همین جواب. حالا اینجا میگیم که ما که از یک فرهنگ و بیایم این فرهنگ رو در جای دیگه هم چجوری میبینیم، در اروپا و امریکا و اینا.
و اینکه نشون بدیم که ما هم جزو این دنیا هستیم. جوامع که از کشورهای اسلامی میان، اینها هم با هیچ فرقی با بقیه دنیا ندارن، نه دنباله رو هستن نه جلوی همه، بلکه بخشی هستن از این پیشرفتی که انجام میشه و اینا همش مشهور میشه جایزه معماری آخان. درسته. تو تعریف این جایزه اهداف ابتدایی که وجود داشته اینها رو فرمودید. در طول این مسیر آیا در واقع دستاوردهای مهمتری هم برای جایزه معماری آخان به دست اومده یا در واقع ارزش‌های دیگه‌ای هم بهش افزوده شده در این مسیر؟ چون در ابتدا اینطور تعریف شده، اما در طول مسیر آیا دستاوردهای دیگه‌ای هم بهش اضافه شده؟ دستاوردهایی که من میگم برعکسش هستش. البته فقط به خاطر جایزه معماری آخان نیست، ولی به خاطر نحوه اجرای جایزه معماری آخان گفت و شنود و به اصطلاح در مورد معماری و اصول معماری در دنیا عوض شدهش، تاثیر داشت. در زمان 50 سال پیش معماری به عنوان فقط یک واحد، یک ساختمان شناخته میشد و جایزه معماری آخان اولین جایزه بودش و اولین که شروع کردش که شما یک ساختمان به اصطلاح خشت ساز رو با یک دونه پروژه به اصطلاح برج آب که با تکنولوژی عجیب غریب هستش، مهندسی هستش، با بهینه سازی و مرمت، همه اینها رو در یک قالب معماری با هم ببینیم. این در تا سال 1980 که جایزه معماری آخان به وجود اومد اصلا اینجوری نمیدیدن مردم دنیا. مسئله دوم این که ما در این 50 سال گذشته تمام به اصطلاح معروف ترین معمارهای دنیا که همه دنبال روش هستن، همه اینها با ما به عنوان یا هیئت امنا یا هیئت جوری دستی داشتن. ولی به خاطر اینکه ما سیستممون اینه که وقتی که میان مثلا جوری میشن واسه 2 دفعه 5 روز، یعنی 10 روز در سال با ما باشن و کند و کاو بکنن، ما این جوری ها از ژان نوبل باشه یا فرانگری بوده یا هر کسی که شما که همه دنبالش هستن، اینها همه برعکس یا از ما یاد گرفتن و رفتن به اصطلاح در کارشون انجام دادن. برای همین امروزه شما بعداً دیدین که در مثلا تو 20 سال گذشته معماری انسانی بیشتر مطرح شد. یعنی اون چیزی که از اول جایزه معماری آخان دنبالش بود، این که آن چه مهم است انسانی است که از این معماری استفاده می‌کند، نه معماری که برای دیگران به اصطلاح به وجود بیاد با دستوری باشه. اون کسی هستش مهمترین هستش. و من فکر میکنم که یعنی من و بقیه هم فکر کنم در دنیا میدونن که جایزه معماری آخان به خاطر سیستمی که به وجود داشت، به خاطر اطلاع رسانی که داشتش، تونسته یه همچین تأثیری رو بذاره. بسیار. در واقع هر دو سوال رو شما با یک تیر در واقع نشون دادید، هم دستاوردهایی که اضافه شد رو فرمودید، همون مهمترین ارزشی که در واقع جایزه آخان به معماری جهان در واقع اضافه کرده. یعنی چیزی که من فهمیدم، حالا برداشت من اگر نادرست هست شما اصلاح بفرمایید، در بسیاری از این جوایز معماری که هست توجه اصلی بر فرم یا اون نوآوری‌های بصری هست، اما خب جایزه آخان به نظر میرسه که نگاه گسترده تری داره و همین ارزش‌هایی که شما فرمودید. و اگر باز جزئیات بیشتری هست اینجا میتونید بفرمایید. نه ببینید، برای همین چون یکی از چیزایی که مسائل هستش بعضی وقتا خب نگاه میکنن فکر میکنن که آنچه جایزه معماری آخان دنبالش هست فقط ساختمان‌های به قول معروف سنتی هستش و ساختمان‌های کوچیک هست و با گل و آب میسازیم و با دستمون میسازیم و غیره و فقط ما دنبال این هستیم. نه، ما در پروژه‌هایی داریم. وقتی ما به اصطلاح به برج‌های پتروناس در مالزی جایزه دادیم، او در اون زمان یکی از پیشرفته ترین برج سازی های دنیا بودش، به خاطر تکنولوژی جدیدی داشتش. اونها هم همه جایزه آخان هستند و این مسئله مهمه که تاثیر داشتیم. یا سال گذشته ما به یک پروژه در بنگلادش جایزه دادیم برای که مارینا تبسم که به اصطلاح اون یک تکنولوژی جدیدی بود، یه فرم به اصطلاح اون چیزی که هستش اون تکنولوژی جدید بود. البته با بامبو ساخته شده بودش ولی در واقع با اون نوعی که اون استراکچر و هم درست شده بودش یه به اصطلاح نوآور بود.
درسته. حالا خیلی این بحث خیلی مهمیه، یعنی برای من که خیلی جذاب هست بدونم که در واقع اون معیارهای ارزیابی و ارزش‌هایی که در این جایزه مورد توجه قرار میگیره، اگه بخواید لیست کنید مثلا 2 تا 3 تا اون اصلیاش رو بفرمایید. حالا شما میفرمایید که اینجوری نیست که حالا حتما معماری سنتی باشه، متریال مثلا خاصی باشه، به همه جوانب معماری شما توجه میکنید. حالا اگه بخوایم معیارهای ارزیابی رو لیست بکنیم، اگر قابل لیست کردن هست من نمیدونم، میتونیم مثلا به 3-4 تاش اشاره کنیم؟ هر مسئله اصلی به نهایت رسیدن. حالا این نهایت رسیدن یعنی چی؟ یعنی که ما در روند کار درست باشه، یعنی ما بتونیم بهترین به اصطلاح روش و جهتگیری رو داشته باشیم در به وجود آمدن یک اثر معماری، که این از اون به اصطلاح از اون گفتگوی اولیه بین کارفرما و معمار شروع میشه، از ساختن شروع میشه، همه اینا تا همه چیز بشه همش بسیار خوب باشه. دوم نوآوری خیلی رول مهمی رو داره، نقش مهمی داره که ما چه نوآوری کردیم. چون همیشه البته میگم که وقتی نوآوری این نیستش که فقط ما ببینیم که یه تکنولوژی جدیدی رو مثلا وارد کردیم، متریال جدیدی هست. نه، نوآوری اینه که ما چگونه به بهترین وجه از امکانات انسانی، امکانات مالی و امکانات فناوری که وجود داره در به وجود آوردن یه اثر معماری استفاده می‌کنیم. این که میگم باید هر سه تا بهتر، به اصطلاح عاقلانه ترین و بهترین مهم هستش. این لغتیه که همیشه به کار میبرم. درست. حالا من با سالام دارم کم کم تمام اون رمز و رموز کار شما رو هم یاد میگیرم، هم دارم در واقع افشا میکنیم اون به اصطلاح ایده هایی شما دارید. من میخوام حالا این سوال رو میتونید به هر شکلی خواستید جواب بدید. در میان این پروژه‌ای که در این سالها دید، خب من میدونم پروژه بسیار زیادی رو دیدید، حالا از نزدیک شما میفهمید، متد شما طوری هستش که پروژه رو به دقت از نزدیک بررسی میکنید. حالا در میان این پروژه که در این سالها دیدید، آیا روند یا تغییری وجود داشته که شما رو امیدوار کنه، قابل توجه باشه، یا برعکس؟ میدونید سوال من چیه؟ در واقع منظورم اینه که یک سیر مشخصی رو در این طول این سالها دیدید در روند پروژه ها که امیدوار کننده یا مایوس کننده باشه. اون که امیدوار کننده که همیشه امیدوار کننده است. برای همین آخرین که دور جوایز 2025 که ما داشتیم تو میکردیم، اون یک کتابی، ما هر دفعه کتابی دربارش درست میکنیم، اسم اون کتاب گذاشتیم به اصطلاح خوشباوری حالا و معماری، به اصطلاح امید و معماری، اپتیمیسم و معماری. این به خاطر اینکه واقعا توش آدم بسید همین که میگم، وقتی که مثبت نگاه میکنه به مسائل، اون قسمت مثبت میبینه. تغییرات روندی تو این سالها یکی از چیزایی که مسئله خیلی مهمه اینه که ما جایزه معماری آقاخان بر یک اساس هر 3 سال انجام میشه و در این 3 سال ما 2 کمیته داریم. یکی کمیته راهبردی که اینها هر چند سال عوض میشن و وظیفه اینها اینه که ببینن مسائلی که امروزه دنیا باهاش براش مهمه چی هست. اونها رو به یه دونه هیئت جوری داوران مستقل میدن و اون هیئت داوران مستقل خودشون تصمیم میگیرن و اونها هم همیشه عوض میشن. چه خاطر؟ به خاطر اینکه تکرار نیست، یک روند نیستش که بگیم یک کسی داره تصمیم میگیره یا یک طرز فکری رو. اون چیزی که از روز اول آقاخان خیلی باهاش مخالف بود که ما نباید تبدیل بشیم به یک به اصطلاح یک طرز فکر معماری مشخص. نه، این تغییر میکنه با زمانش و با خواسته های اون چیزی که به امروزه مربوط میشه. اون ارتباط با زمان از همه چی مهمتره. اون چیزی که من خودم دیدم تو این 50 سال گذشته، این که جوایزی دادیم همیشه با خواسته های اون روزه، آن روز، شما میگین معاصر، آن روز تطبیق بشه. این جایزهای امسال که دادیم اینها با مسائلی بودش که امروزه همه در گیر هستن، برای همین خیلی زود همه قبولش کردن.
و هیچ وقت انتقاد ازشون نداشتیم. این مسئله است. البته ممکنه من خودم مثلا شخصا دلم میخواد ساختمان‌های بسیار بزرگتری رو ببینم، شاید پروژه های اونقدر خوبی در اون مسئله نداشتیم، ولی خیلی مهمه که ما فردا بتونیم جایزه به فرودگاه بدیم. قبلا مثلا فرض کنیم که ما خیلی سال پیش به فرودگاه حج در جده جایزه دادیم. اون موقع اینا بهترین نوع از نظر ساختمان و سازوکار یه پروژه استثنایی بودش و حالا امیدوارم که همچین پروژه های شبیه اون هم بیشتر بشه. اون چیز در ذهن می‌بینیم که بیشتر از دیده میشه الان اینه که معماران خارجی یه خود قبلا بیشتر معمارای قاطی بودن، یعنی نصف خارجی بودن، حالا بیشتر همه معمارایی هستن که مال همون کشورها هستن یا بومی هستن. درسته. خب فکر کنم خیلی دقیق و شفاف در واقع روشن کردید خیلی از مسائل رو. یه سوال کلیدی دیگه من دارم که باز حالا نمیخوام خیلی اذیتتون کنم، ولی شما به هر حال این کلیدواژه در واقع اون نگاه انسانی در معماری رو خب زیاد استفاده کردید. فکر می‌کنید حالا معماری امروز نسبت به گذشته بیشتر داره به مسائل انسانی و اجتماعی و در واقع زیست محیطی فرهنگی اینها توجه میکنه در این فرایند که شما در واقع دارید ملاحظه میکنید، یا همچنان فاصله بین معماری و اون نیازهای واقعی جوامع وجود داره؟ سوال ممکنه یه مقداری حالا گیج کننده باشه، ولی در واقع منظور من این هستش که این نگاهی که شما میگید درسته، در جایزه آقاخان نگاه شما این بوده، ولی در مجموع برداشت و ارزیابی شما چیه؟ این از این جهت مهم هست که من میدونم به هر حال شما هم تاکید دارید که این جایزه تاثیرگذار بوده. ما از نگاه تاثیرگذاری این کارهایی که به هر حال شما و مجموعه های مثل شما انجام میدن، اینکه در نهایت اون که دارید از بیرون نگاه میکنید، آیا این معماری امروز بالاخره اون نگاه انسانیه توش رعایت میشه نسبت به گذشته؟ تصور عموم رو من میتونم بگم که برعکسه، میگن که برعکسه، یعنی خیلی جاها دائم دارن این رو میگن. این هم چون شما میدونم که خیلی روشن و صریح پاسخ میدید، این ارزیابیتون هم بفرمایید. این ببینید مسئله هم یک جا نمیشه همه رو در یک قالب جواب داد. بله من همونطور گفتم چون مسئله چین رو میزنم، چون هفته پیش اونجا بودم. خب شما ببینید یک کشوری که در تغییر دائمه با این سرعتی که اصلا غیر قابل تصوره. من بیشتر از 20 سال پیش اونجا میرفتم، هر دفعه که میرم ببینم چجوری تغییر میکنه. ولی یه سری مسائل اینا مجبورن ممکنه برای ما نگاه میکنیم یه وحشتناک این ساختمان‌های خونه‌سازی‌هایی که دارن، انبوه سازی‌هایی که عجیب غریبی که اونجا وجود داره، ولی اینا همه به خاطر اون احتیاجی که باید فوراً ساخت، تقاضا هست برای اون ساختن، راه دیگه نداره. ولی همینطور کیفیت‌ها هر دفعه بهتر میشه برای اینکه اون خواسته ها تغییر میکنه. مسئله دوم اینه که خواسته ها عوض میشن. یه مسئله که همین چند وقت پیش من مرتب میزنم، ما اصلا فراموش کردیم که مثلا فرض کنیم که این مسئله کووید چه تأثیری بر معماری داشتش. توجه کنید شما یک وقتی بودش که در خانه به معنای اون چیزی که اولین چیزی که به نظر هم میاد یک خونه است، یک آپارتمان، یک خانه است و این خانه یواش یواش از اون به اصطلاح نوع رفتاری توی خونه عوض شده بود. فضاهای باز، آشپزخونه‌های به قول معروف اوپن، نمیدونم این به اصطلاح چرا؟ برای اینکه تمام روز همه زن و شوهر و بچه‌ها همه خارج از خونه بودن، همه در وقتی وارد می‌شدن همه باعث یک اون امید بود که همه با هم باشن در یک فضاهای باز. همه یک دفعه کووید شده، تمام نصف این خونه‌ها کار نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه بچه باید درسش رو بخونه، مادر و پدر هر کدوم کار میکنن، در یه نقطه گوشه‌ای باید کار بکنن، احتیاج دارن، پس اون فضای باز دیگه کار نمیکنه. پس هر چقدر تعداد فضاهای کوچیک کوچیک و بسته تو اون خونه باشه بیشتر، این تاثیر میکنه که معماری رو یک دفعه در نوع برخورد با معماری عوض میشه. مقدار اون
چی میشه که ما به یه موقعیتی میرسیم که میگیم که اون فضای زندگی چون همه روز در خارج هستیم بهتره فضاهای عمومی بیشتر باشن، فضاهای خصوصی کمتر باشن. حالا میبینیم که تقاضا برعکس میشه. اون چیز خیلی مهمه مسئله انعطاف پذیری در معماریه. یعنی اگه که بتونیم با اون چیزی که نگاه کنیم در آینده انشاءالله با این تکنولوژی های جدید انعطاف پذیری بیشتر در معماری به وجود بیاد خیلی مهمه. برای براتون یه مثال میزنم، مثلا خیلی بیمارستان. بله. معماری بیمارستان یک معماری بسیار به خصوص همه اون کسایی که کار کردن بیمارستان، چون همش مربوط میشه به اینکه چجوری این روابط به اصطلاح خواسته های بکنه. ولی طب به شدت تغییر میکنه و تمام اون نرم هایی که مثلا در کانادا یا امریکا برای بیمارستان وجود داره الان دیگه اصلا نتیجهشون نمیشه کرد اون ساختمان. پس نتیجه چی میشه؟ اون ساختمان هایی که انعطاف پذیرن میتونن بیمارستان های بهتری باشن و نه اون ساختمان هایی که ساخته شدن و طرح شدن برای به اصطلاح یک کارهای بسیار به خصوصی. این یک مسئله دیگه که در معماری امروزه میشه گفتش که بیشتر باید در نظر داشت و در آینده اثر بزرگتره. اون به اصطلاح فکر انعطاف پذیری کردن این مهمه. بسیار عالی. خب ما این بخش دوم رو هم خوشبختانه سر تایم تموم کردیم. ممنون از پاسخهای دقیق و به اندازه شما. خب وارد بخش سوم میشیم. میخوایم که یه مقداری از تجربه های حرفه‌ای و آموزشی شما استفاده کنیم. خیلی خودم این بخش رو علاقه دارم و یه مقداری حالا کمی شخصی‌تر و تجربی‌تر در واقع صحبت کنیم. خب شما علاوه بر فعالیت حرفه‌ای خب میدونیم که در حوزه آموزش هم حضور دارید، فعالیت دارید. من خودم حالا به شخصه مایلم که از تجربه آموزشی شما هم استفاده کنم. یه سوال کوچولو بپرسم که حالا شاید هم کلیشه‌ای که من نمیدونم چجوری از بین ببرمش. خب تونستید قطع کنید؟ امیدوارم از لایو خارج نشده باشید. بسیار قطع شد. موفق شدم که خب بهشون بفهمید یه 20 دقیقه دیگه زنگ بزنم. من بلد نیستم چند تا کار با هم انجام بدم دیگه. با شما صحبت میکنم. نه الان میشنون دیگه. حالا نه کسی فکر نمیکنه بشنون. بله. خب خدمت شما عرض کنم که من دوست دارم یه کوچولو راجع به معلمی صحبت کنیم. این که فکر میکنید مهمترین اولا بهتون توضیح بدم که من معلم نیستم و البته خب با آموزش معماری زیاد کار، تو این سالها زیاد کار کردم، تو جوریا و تو تز دکترا از این حرف بودم، ولی من آموزنده نیستم، استاد دانشگاه نبودم هیچ وقت و هیچ وقت کارم آموزشی نمی‌کنم. ولی به آموزش معماری به اصطلاح یه خود مجبورم که باش مقابله کنم. آموزش معماری یک مسئله که الان خب تفاوت زیادی بین امروز و 20 تا 40 سال گذشته است. قبلا هر دانشکده هر جایی دانشگاه، من البته خودم چون میدونم که از فکر میکنم که اونطور که دیدم اون آموزشی که نمیدونم یعنی بعد از ما نبوده اونطور، ولی اون آموزشی که من گرفتم در دانشگاه ملی در زمان خودش اصلا هیچ قابل مقایسه با تمام این دانشکده‌های مختلفی که من دیدم تو این چند سال ندارم و همیشه وقتی صحبت میکنم این مثلا میگم. و دلیل اون چی بودش؟ دلیل اون چیزی که من دید من هستش اینه که یک مدل به اصطلاح اون دانشکده‌ای که وجود داشت در اون زمان در سالهای 50 40 و 50 تا 57 اون زمان این دانشکده کپی از یک سیستم آموزش دیگر نبود. کپی از دانشگاه بزار، چون در دنیا یا بزار هست یا دو سه سیستم هستش. این
خودش مجبور، چرا؟ به خاطر اینکه اساتیدی که اومده بودن، معلم‌های ما بودن، از کشورهای مختلف اومده بودن و بعد مجبور بودن که اینجوری نبودش که یک سری مسائل قبول بکنن که بله در پاریس در بوزار فرانسه اینجوری درس میدن، همون که دانشگاه تهران هم بر اساس به وجود اومده بودش، پس ما عین همون انجام میدیم. این به اصطلاح اصول معماریه. و مجبور بودن که به اصطلاح یک نوع ترجمه منظورم نیستش ترجمه از زبان به زبان، ترجمه از فرهنگ به فرهنگ، بلکه ترجمه های فرهنگی خیلی مسئله مهمه. چیزی ما میتونیم یک فرهنگ رو ترجمه کنیم به یک فرهنگ دیگه. این باعث شده که مجموعه اینها بتونن به ما، البته به بنده الحمدلله، یک دونه آموزش خیلی خوبی بدن و این من مقایسه میکنم با کشورهای دیگه. آموزش معماری امروز دو گونه است، به خاطر اینکه همه اطلاعات وجود داره. قبلا اطلاعات فقط در یک کتاب‌هایی بود، در یک چند تا مجله که در کتابخانه وجود داشت دونستن اون معمار. امروزه فقط معماری نیست، تمام رشته‌های دنیا همه به تمام مسائل به اصطلاح به تمام اون که باید دانست دسترسی فوری دارن. درست. امروز هم که از این تو این 3-4 سال گذشته که با وجود AI و غیره میتونین جوابا هم همه رو داشته باشین هر چی میخواین. ولی آنچه مهمه اینه که در مدرسه معماری کنجکاوی و خلاقیت رو چجوری میشه درس داد. و کنجکاوی و خلاقیت یه چیزی که یه سوال بکنن قبل از اینکه جواب بدن. مسئله اینجاست که در دانشگاه معماری فوری میخوان به همه یاد بدیم که چجوری جواب بدین، چجوری طرح پروژه بکنین، ولی مسئله سوال کردن رو کمتر یاد میدن و تا این مسئله سوال کردن وجود نباشه نمیشه بدون جواب خوبی به وجود بیاد و این هستش که فکر کنم مهمترین اهمیت داره. وگرنه خب کپی کردن و نگاه کردن به اصطلاح اون چیزی که ترند ها هستن اون اثری رو نخواهد داشت. این به اصطلاح نتیجه اولی هستش که من میگم از معماری. خب نکته خیلی خیلی مهم بود، نکته در واقع حساس ترین نکته‌ای که خب تو آموزش هست، مثلا الان به هر حال ما میدونیم که این نسل جوان هم تو شما فرمودید با حجم عظیمی از اطلاعات، تصاویر و ابزارهای جدید همونطوری که میدونید روبرو هستن و حالا شما فکر میکنم که اینطوری که فرمودید فکر میکنید اون مهمترین مهارت یا اون نگرشی که دانشجویان معماری باید در خودشون پرورش بدن همون بحث خلاقیت و نوآوری و کنجکاوی هستش. البته توضیحات شما کامل بود. اگر که امکان داره یک قدری تو این بخش، چون به هر حال مهم هست، میدونیم که الان ابزارها خیلی کارها رو در واقع به سمت دیگه ای بردن، مسیر آموزش و مسیر یادگیری رو به سمت دیگه ای بردن و این نکته که شما فرمایید خیلی کارو سخت کرده، هم برای دانشجو هم برای استادان که چطور در واقع این کار رو بتونن به پیش ببرند. شما مثال دانشگاه ملی رو زدید در دهه‌های گذشته که متد آموزشی به شکلی بود که شما حتی با دانشگاه‌های الان مقایسه می‌کنید اون شیوه آموزش رو هنوز ارجح می‌دونید. میدونم شاید الان راهکار آنچنانی در ذهن ما نباشه، ولی اگر بخواید یه توصیه‌ای داشته باشید به حالا هم نسل جدید معماران یا مثلا دانشجویان ما یا استادان ما که چطور ذهنشون رو درگیر این حجم عظیم اطلاعات نکنن. درسته؟ شاید هم در اون مقایسه که شما فرمودید در اون گذشته در زمان ما هم که آموزش میگرفتیم هم همینطور بوده دیگه، یعنی اطلاعات آنچنانی نبوده، حالا کتابخونه بوده، کتابی بوده، یه سری تصاویر مجلاتی بوده، در همین حد، بیشتر از اون دیگه نبوده. یعنی دسترسی در واقع سایت های معماری و اینها نبوده یا بتونی سرچ کنی سریع به اطلاعات دست پیدا بکنی و در واقع در اون زمینه، در اون کانتکست، اون شیوه آموزش هم جواب داده. اگر نکته هست که در این بخش بشه اضافه کرد، فکر میکنید که چطور میشه از این دنیایی که انبوهی از ایده ها و فکرها و تصاویر تو ذهن ما توی جلوی چش
دانشجوی معماری هست، آیا اصلا باید این رو توجه نکنن بهش، پاکش کنن، ذهنشون رو باز کنن، اون کاغذ سفید جلوشون باشه، یا چطوری اصلا میشه باش کنار اومد؟ یکی اون چیزی که هستش از شیفتگی یعنی که آدم شیفته یک تکنولوژی بشه، یا خودشیفتگی که متاسفانه بعضی از استادها و بعضی از معماران ممکنه به اون مرحله باشن که همه چیز رو در خودشان میبینن و فکر میکنن که همه چیز رو بلدن، یا شیفته یک کسی شخص دیگری هستن یا مکتب دیگری هستن که اون مکتب رو به اصطلاح جوابگوی همه چی میدونن. این به نظر من بزرگترین دشمن خلاقیته، و این باعث میشه که به اصطلاح اون نتیجه که ما میگیریم اون چیز نباشه. ولی در ذهنیاتم من میگم که امیدوار هستم. من یه دفعه خیلی خیلی سال پیش، 20 سال پیش شاید، با یکی از مجله ها در ایران یک مصاحبه کردم در مورد هویت و آنچه ایرانی بودن هستش، و یه مطالبی گفتن که به یه عده بعدها دیدم که در یه سری مجله ها و یه جاهای دیگه ای که به اصطلاح خوشون میاد منو گفتن ایشون میخواد هویت و اسلامی رو از بین ببره. اون چیزی که مثلا بر من بودش این بودش که حرف من این بود که ما اگر کارفرمای خوب نداشته باشیم، معماری خوب نمیتونیم داشته باشیم. متاسفانه در اون چیزی که دیدیم در این 20 چندین سال گذشته، هیچ وقت ما یک به خاطر پروژه های بزرگ معماری که فقط میتونه دولت یا شرکت بزرگ بدن رو، هیچ پروژه های خوبی رو نداریم. هنوز هم هر وقت میخوایم مثل بزنیم از معماری خوب، فقط معماری 50 سال پیش رو میتونیم به اثر بیاریم، در صورتی که تعداد پروژه های کوچیکی که وجود داره در ایران که من نگاه میکنم و میبینم بسیار زیادن. چرا؟ برای اینکه اون پروژه ها با یک دونه شخص بوده یا یک شرکت کوچیک بوده که به اصطلاح اونها تونستن به اصطلاح سوال خوب رو بکنن، بانی یک معماری بهتری باشن. برای همین معماری وجود داره. فقط اون چیزی که هست اینه که باید ببینید در دید بزرگ انشاءالله که کسانی که در کارهای پروژه های بزرگ هستن بتونن که یک کمی دیدشون بهتر باشه، که کمک میکنن که این معمارای مختلف جوان بتونن همون پروژه های رو بسازن. چون انسان ها همون انسان ها هیچ وقت بهتر، خیلی هم بهتر از معمارای قدیم 50 سال 60 سال پیش ایران هستن، ولی اون چیزی که هستش باشه اون محیطی وجود، اون محیط سازنده به وجود بیاد. خب نکته خیلی دقیقی اشاره کردین آخر بحثی، یه مقداری ذهن من درگیر یه سوال خیلی اساسی تری شد. حالا من قول دادم که زیر 1 ساعت بحث رو جمع بکنیم، در حد حالا 1-2 دقیقه روی این هم بمونیم چون خیلی مهم هست نکته که گفتید. این که حالا اون بحث فرهنگی که بین ما ایرانی ها هست اینا رو هم بذاریم کنار. به هر حال درست پروژه بزرگتر که خب ممکنه خب متولیش فرد نباشه، افرادی باشن یا در واقع سیاستگذاری هایی باشن. خب به هر حال این چیزی که شما می‌فرمایید یه آسیب هستش دیگه، یعنی اینکه خب در نهایت اون سرمایه‌ای که صرف میشه، فضای معماری که ایجاد میشه، خب این بهینه نیست. یعنی اون دیدگاهی که اون کارفرما به اصطلاح داره باعث میشه که آسیب ببینه بنا، در واقع اون اثری که میخوام ببینم که وظیفه معمار این وسط چی هست. یعنی معمار در این جایگاه واقعا چیکار میتونه بکنه؟ گفتگو. نقش معمار، بزرگترین نقش معمار اینه که بتونه قانع کنه یک کارفرما رو و اطاعت از کارفرما نکنه. این البته یه آسون نیست، بالاخره آخر روز کارفرماست که پولو میده، ولی اگر معمار بتونه اون شخصیتش رو نگه داره همیشه در آخر برنده خواهد بود، که بتونه که اون چیزی که فکر میکنه بهتر هست بره. برای اینکه ممکنه، چون به هر حال اون علمی که
یک علمی رو یه معمار یاد گرفته که بتونه چجوری خواسته های یک کارفرما رو به واقعیت برسونه. اون به اصطلاح چک و چونه زدن ها رو بهتر بکنه چجوری، اون خیلی مسئله مهمیه. معمارا که نمیتونن به تنهای دنیا رو عوض کنن، نمیتونن درسته. کارفرما، ولی میتونن بعضی وقتا یه کارهایی رو نکنن، یه کارهایی رو به اصطلاح انجام ندن که ازشون خواسته میشه و این مسئله خیلی مهمه. متاسفانه خب همیشه یه آدمایی هستن که اون کاری که کارفرما میخواد انجام بده. ممکنه یه معماری فکر کنه که خب اگه من نکنم یکی از کار بدتر از من میکنه، حالا من بیام یه کار کمتر خوبه بکنم که خودم یه کمی راضی هستم ولی الان کار انجام بشه. نه، بایستی سخت وایس آدم و بگه که این اصول رو نبایستی کنار گذاشت. این مسئله مهمیه. آسون نیستش، گفتنش آسون تر از عملشه. بسیار عالی. این جنبندی خوبی بود و توصیه خیلی درستی. من خب بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و در واقع بسیار استفاده کردیم از اینکه این گفتگو رو در خدمت شما بودیم، از اینکه این وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. انجمن معماران هنرمندان ایرانی کانادایی، واقعا سپاسگزاریم. برای من به شخص بسیار ارزشمند بود که از تجربه ها، دیدگاه ها و دانش شما بهره مند شدم. امیدوارم این گفتگو در واقع یک آغازگری باشه برای ارتباطات و همکاری های بیشتر بین جامعه معماران، مخصوصا داخل ایران و خارج ایران و جریان های بین‌المللی. از همه دوستانی که تا این لحظه همراه ما بودنم صمیمانه تشکر میکنم. برای استاد درخشانی عزیزم آرزوی سلامتی، موفقیت و تداوم فعالیت‌های ارزشمندشون رو دارم. اگر نکته‌ای هست در پایان بفرمایید. آرزوی موفقیت دارم براتون، برای همه معمارا که الان من دیدم که در کانادا چندین آرشیتکت‌های ایرانی هستن و من تشویق میکنم که همشون به اصطلاح هرچه بیشتر کار بکنن، چه در اونجا چه در انشالله یه روزی هم در ایران بتونن کار بکنن. ولی به هر حال تجربه هاشون مهمه، بایزی حتما بیشتر فعالیت بکنم. من وقتی نگاه میکردم در سازمان های به اصطلاح اون کشور هم شرکت زیادتری داشته باشن، این مثلا تعداد، من هنوز به نظرم اومدش که تعداد کسایی که مثلا در کانادا جزو فلوهای هستن که مثلا جزو انجمن سرطنی کار هستن تعدادشون خیلی کمه از ایرانی‌ها، فقط 7 نفرن، در صورتی که این تعداد زیاد هستن که مثلا مشغول کار هستن. باعث خودشون رو برسونن به اون درجه که بیشتر و بیشتر موفق باشن و تاثیرگذار باشن در هر جای هستن. با تشکر هستیم و باعث افتخار ما هم هست عضویت افتخاری شما در انجمن معماران سلطنتی کانادا. واقعا باعث غرور و افتخار ماست و دوست داریم که بیشتر با شما در ارتباط باشیم و بیشتر یاد بگیریم. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم و وقت همه دوستان رو. تا دیداری دیگر، بدرود و پاینده باشید. سپاس فراوان. خدا نگهدار.